سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. اومدم توی این ویدیو در مورد یک موضوعی صحبت بکنم به اسم بیداری. خدا توی آیه 29 سوره انفال میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از خدا پروا کنید یا اگر تقوای الهی پیشه کنید، برای شما نیروی جدا کننده، یعنی تشخیص دهنده حق و باطل که توی قرآن با نام فرقان یاد شده قرار می‌دهد و گناهان شما را می‌آمرزد و گناهان شما را می‌زداید و شما را می‌آمرزد و خدا دارای فضل و احسان بزرگ است. و من یک کلیپی می‌دیدم چند روز قبل توی اینستاگرام که در اون یک آقای آمریکایی فکر می‌کنم از بچه‌هاش می‌پرسید که اینتگریتی یعنی چی و اونها جواب می‌دادن و میگفتن که اینتگریتی که تو فارسی معنیش یک پارچگی هست، یعنی اینکه تو کار درست رو انجام بدی در هر شرایطی، حتی وقتی کسی تو رو نمیبینه. و من فکر میکنم که تقوای الهی در واقع همین هست و یعنی کار درست رو انجام بدی وقتی حتی کسی تو رو نمیبینه و اینکه اصلا این امکان پذیر نیست در واقع که کسی ما رو نبینه، به خاطر اینکه خداوند همیشه ما رو میبینه و همیشه حاضر و ناظر هست و اگر ما اعتقاد داشته باشیم به اینکه خداوند داره ما رو میبینه همیشه کار درست رو انجام میدیم در هر شرایطی، حتی اگر کسی از انسان‌ها ما رو نبینه. و خداوند توی این آیه وعده آمرزش گناهان و همینطور وعده فرقان رو میده، نیروی جدا کننده یا تشخیص دهنده حق و باطل. و توی بقیه ترجمه ها، توی یه سری ترجمه های دیگه اومده دیده بصیرت یا روشن بینی و من فکر میکنم که این کلمه همون بیداری هست که شاید شنیده باشید و خیلی این روزها تکرار میشه و خیلی آدم‌ها دنبالش هستند و من فکر میکنم که بیداری در واقع یک گنج بزرگ، یک موهبت الهی هست که میتونه یک انسان به دستش بیاره، در واقع بزرگترین نعمت شاید بشه گفت حتی. و من طبق تجربه خودم احساس میکنم که این کلمه همون به معنی بیداری هست. من خودم هم توی گذشته که روی خودم کار میکنم، مثلا کارهایی که انجام میدادم این بودش که خب شنیده بودم که یک حدیثی هست از یکی از امامان معصوم که ازشون پرسن که مسلمان واقعی کیست و ایشون میگفتن که مسلمان واقعی کسی است که مردم از دست و زبان او در آسایش و آرامش باشند و من سعی میکردم که این رو رعایت بکنم در زندگیم. یا یک حدیثی از امام علی علیه السلام که گفتند هر آنچه بر خود نمیپسندی برای دیگران نیز نپسند، هر آنچه بر خود میپسندی برای دیگران نیز بپسند. و خب اینها در ظاهر یک جمله است، اما وقتی که ما میخوایم این رو در زندگیمون پیاده کنیم اولش شاید چالش برانگیز باشه، ولی قطعاً آسون خواهد شد و قطعاً به عادتمون تبدیل خواهد شد. و همینطور این مفهومی که شنیده بودم که خداوند همه جا هست و همیشه ناظره، که توی خیلی از آیات قرآن این مفهوم وجود داره، این رو هم سعی می‌کردم در نظرم داشته باشم و پیاده کنم توی زندگیم و هر جا که احساس می‌کردم یک کاری بد هست سعی می‌کردم که انجامش ندم، حتی اگر کسی من رو نمی‌بینه. و همه اینها دست به دست هم میده و ما رو میرسونه به یک چیزی به نام بیداری که من فکر میکنم که یکی از گنج‌های بزرگی هستش که یک انسان میتونه در زندگیش به دست بیاره. یک جمله هست که اطلاق میشه به شمس تبریزی و میگه که ما فکر میکنیم که خداوند ما رو از بالا نگاه میکنه در حالی که خداوند از درون مینگره و این خیلی درسته، به خاطر اینکه خداوند نه تنها اعمال ما و اون چیزی که از ما دیده میشه رو میبینه، بلکه
اون چیزی که در نیت‌های ما هست و در درون ما، در فکر و روح ما هم میگذره، همه رو میدونه.